همین الان همسرم زنگ زد، گفت آماده شو شب یلدا خونه مامانمی. بریم با هم یه استایل خفن بزنیم که چش خواهر شوهر در بیاد. این دو تا جلیقه رو دارم که میتونم واسه امشب بپوشم، ولی چون یلداست این به نظرم قشنگ‌تره. میخوام استایلمو زرشکی کرم بزنم، از این شلوار کرمم استفاده میکنم. برای زیر جلیقم از این شومیز سفید استفاده میکنم. ترکیبش با کرم و سفید بی‌نظیره. واقعیتش برای سرمم اینو گرفته بودم این کلاهو بذارم، اما چون رنگش به این اصلا نمیخوره دیگه اینو نذاشتم و به جاش از یه دونه روسری به عنوان تل استفاده کردم. واسه شلوارم از یک کمربند زرشکی استفاده میکنم. از این گوشواره‌های طلایی استفاده میکنم. خب واسه کفشم از این کفشای کرمم استفاده میکنم. البته اگه زرشکی داشتم که با کمربندم میخورد خیلی بهتر بود، ولی چون ندارم از این استفاده میکنم. خب اینم استایلمون. چطوره؟